امروز اگر یک مرد موفق را تصور کنید، احتمالاً کت و شلوار خوشدوختی به تن دارد و یک ساعت موچی لوکس روی مچ دستش می درخشد. ساعت موچی امروز نماد قدرت است، نماد ثروت و وقت شناسی. اما آیا می دانستید تا همین 100 سال پیش بستن ساعت به مچ دست برای مردها یک توهین محسوب می شد؟ مردم معتقد بودند ساعت موچی زنانه، ظریف و مخصوص خانم‌هایی است که می‌خواهند در مهمانی‌ها خودنمایی کنند. مردان آن دوران جمله معروفی داشتند و می‌گفتند ما ترجیح می‌دهیم دامن بپوشیم تا اینکه ساعت موچی دستمان کنیم. از چه اتفاقی افتاد؟ چه شد که این وسیله تزئینی که کاملاً زنانه تلقی می‌شد، تبدیل شد به حیاتی ترین ابزار نجات سربازها در میدان‌های جنگ و بعدها شد گرانترین و مهمترین اکسسوری دنیای مردانه؟ داستان ساعت موچی فقط داستان یک وسیله نیست، داستان جنگ، تکنولوژی و تغییر استایل است. من اینجا هستم تا در کانال ماریس، جایی که ما نه فقط اکسسوری بلکه اصالت را به شما تقدیم می‌کنیم، راز پشت مچ دستتان را برایتان فاش کنم. تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. بیایید برگردیم به اواخر قرن 19، زمانی که استانداردهای مردانه بودن بسیار خشک و جدی بود. در آن دوران تنها راه قابل قبول و موجه برای یک آقای محترم جهت فهمیدن زمان استفاده از ساعت جیبی بود. ساعت جیبی برای خودش یک مراسم باشکوه داشت. دست در جیب جلیقه می رفت، ساعت سنگین بیرون می آمد، درش با صدای کلیک باز می شد، زمان چک می شد و دوباره به جای امنش برمی گشت. این کار وقار داشت. این کار نشانه صبر و متانت بود. در آن زمان اولین ساعت‌های موچی توسط برندهای بزرگی مثل پاتک فیلیپ ساخته شده بود. اما مشتریان آنها فقط کنتس‌ها، ملکه‌ها و زنان اشراف‌زاده بودند. منطق مردان آن دوران این بود که ساعت روی مچ چون تحرک دست زیاد است، مدام ضربه می‌خورد و خراب می‌شود. آنها ساعت موچی را صرفاً یک دستبند زنانه می‌دیدند که عقربه دارد. حتی در محافل مردانه انگلستان شایعه بود که می‌گفتند مردی که ساعت موچی می‌بندد احتمالاً ناتوانی عقلی دارد. تصور کنید، ابزاری که امروز نماد هوش و مدیریت زمان است، روزی نماد حماقت بود. اما اولین جرقه‌های تغییر نه روی زمین بلکه در آسمان زده شد. آلبرتو سانتوس دومونت، یکی از پیشگامان افسانه‌ای پرواز، با یک مشکل بزرگ دست و پنجه نرم می‌کرد. وقتی او سوار بر هواپیماهای لرزان، چوبی و خطرناک آن زمان بود، هر دو دستش باید محکم فرمان را می‌گرفت. او نمی‌توانست حتی برای 1 ثانیه دستش را رها کند تا ساعتش جیبیش را چک کند. او موضوع را با دوستش لویی کارتیه که جواهرساز معروفی بود در میان گذاشت. کارتیه ساعتی ساخت که با یک بند چرمی محکم به مچ بسته میشد. این شاید اولین ساعت مچی مردانه تاریخ بود که نه برای زیبایی بلکه هدفمند و برای حل یک مشکل ساخته شده بود. اما با وجود شهرت سانتوس، هنوز مردم عادی و مردان کوچه و بازار آن را نمیپذیرفتند و مسخره می‌کردند. تا اینکه سال 1914 رسید. دنیا وارد جنگی شد که چهره تاریخ را برای همیشه عوض کرد. جنگ جهانی اول. برخلاف جنگ‌های قدیمی که بر پایه شمشیر و اسب بود، این جنگ تکنولوژی و زمانبندی دقیق بود. تاکتیکی نظامی وجود داشت به اسم رگبار متحرک. در این تاکتیک توپخانه باید دقیقاً سر یک ساعتی مشخص، مثلا ساعتی 7 و شلیک می‌کرد و پیاده نظام باید دقیقاً رأس ساعتی 7 و 1 حرکت می‌کرد تا زیر آتش توپخانه خودی نرود. در آن جهنم گلولای سنگرها 1 ثانیه تأخیر یعنی مرگ. سرباز نمی‌توانست اسلحه سنگینش را رها کند، دستکش ضخیمش را در بیاورد، دکمه‌های کتش را باز کند و ساعتی جیبی را بیرون بکشد. آنها نیاز داشتند زمان را در یک نگاه و در کسری از ثانیه ببینند.
اینجا بود که سربازها شروع کردند به خلاقیت. آنها به ساعتهای جیبیشان مفتولهای فلزی جوش می‌دادند و با تکه‌های چرم یا پارچه برزنت آن را به مچ دستشان می‌بست. این تولد ساعتهای سنگر یا همان ترنچ واچز بود. ناگهان ورق برگشت. بستن ساعت به مچ دیگر زنانه نبود، نشانه شجاعت بود. نشانه این بود که تو در خط مقدمی و جانت به ثانیه‌ها بسته است. کمپانی‌های ساعتسازی به سرعت بوی تغییر بازار را حس کردند. تبلیغات روزنامه‌ها عوض شد. دیگر ساعتی مچی را روی دست خانم‌های ظریف نمی‌کشیدند. شعارها شد: ساعتی برای مردان عمل، ساعتی برای سربازان ارتش. حتی شیشه‌های محافظ فلزی مشبک روی ساعت‌ها نصب شد تا در اثر برخورد ترکش نشکنند. جنگ عمیق‌ترین عادت‌های مردانه را تغییر داد. وقتی جنگ تمام شد و سربازها به خانه برگشتند، عادت‌هایشان را هم با خودشان آوردند. حالا دیگر در خیابان‌های لندن، پاریس و نیویورک ساعت مچی نماد قهرمان جنگ بود. اگر ساعت مچی داشتی یعنی مرد میدان بودی. جامعه غیر نظامی که همیشه دوست دارد از قهرمانان تقلید کند، به سرعت ساعت‌های جیبی را دور انداخت. آمارها نشان می‌دهد تا سال 1930 یعنی حدود 10 سال بعد از جنگ، فروش ساعت‌های مچی برای اولین بار در تاریخ از ساعت‌های جیبی پیشی گرفت. اما هنوز یک مشکل فنی بزرگ وجود داشت: گرد و خاک و رطوبت. ساعت‌های مچی چون بیرون لباس بودند، برخلاف ساعت جیبی که جای گرم و نرمی داشت، زود خراب می‌شدند. اینجا بود که مهندسی وارد شد تا این اکسسوری را کامل کند. هانس ویلسدورف، مؤسس رولکس، در سال 1926 مدل اویستر را معرفی کرد. اولین ساعت ضد آب و ضد گرد و غبار دنیا. داستان معروفی هست که برای اینکه به همه ثابت کنند این ساعت واقعاً ضد آب است، رولکس یکی از این ساعت‌ها را به دست خانم شناگری به نام مرسدس گلایتس بست تا عرض کانال مانچ را شنا کند. 10 ساعت تمام توی آب سرد و شور دریا. وقتی او از آب بیرون آمد، ساعت هنوز دقیق کار می‌کرد. این لحظه‌ای بود که ساعت مچی از یک ابزار صرفاً نظامی تبدیل شد به یک شاهکار مهندسی و یک کالای لوکس و قابل اعتماد. سالها گذشت و ساعت مچی جایگاهش را تثبیت کرد تا اینکه رسیدیم به دهه‌های 70 و 80 میلادی، عصر تکنولوژی. ساعت‌های باتریدار و دیجیتالی کوارتز آمدند. دقیق‌تر، ارزان‌تر و بی‌نیاز از کوک کردند. ناگهان ساعات مکانیکی قدیمی و لوکس بی مصرف و گران به نظر می رسیدند. چرا باید هزاران دلار پول ساعتی را می دادی که دقتش از یک ساعت $10 دیجیتالی کاسیو کمتر بود؟ معنای ساعت مچی برای بار دوم و برای همیشه عوض شد. ما دیگر ساعت نمی بندیم که فقط زمان را بفهمیم. گوشی موبایل ما این کار را 1000 برابر دقیق تر انجام می دهد. ما امروز ساعت می‌بندیم چون نماد هنر، مهندسی و اصالت است. حرکت صدها چرخ دنده ریز که با دست مونتاژ شده‌اند، استفاده از طلا، استیل مرغوب و چرم طبیعی چیزی است که تکنولوژی دیجیتال نمی‌تواند جایگزین حس آن شود. ساعت مچی تبدیل شد به یک بیانیه‌ای که می‌گوید من برای جزئیات ارزش قائلم. امروز ساعت و اکسسوری بخشی از امضای شخصی شماست. وقتی وارد اتاقی می‌شوید، اکسسوری شما قبل از خودتان صحبت می‌کند. ما در برند ماریس دقیقاً با درک همین تاریخچه پرفراز و نشیب محصولاتی را طراحی می‌کنیم که پلی میان آن اصالت کلاسیک و نیازهای مدرن امروزی باشد. چه طرفدار استایل کلاسیک و چرم باشید که یادآور همان جنتلمن‌های قدیمی است و چه عاشق درخشش فلز و سنگ‌های قیمتی باشید که نماد جسارت مدرن است. در کالکشن ماریس قطعه‌ای وجود دارد که داستان شما را تکمیل کند.
ما در ماریس معتقدیم اکسسوری نباید فقط زیبا باشد، باید هویت داشته باشد. درست مثل ساعت‌های سنگر که هویت شجاعت داشتند، اکسسوری ماریس هویت تمایز دارد. اگر دوست دارید استایلی داشته باشید که در عین لوکس بودن روایتگر یک داستان باشد، پیشنهاد می‌کنم همین الان به لینک موجود در توضیحات سر بزنید و جدیدترین کالکشن اکسسوری‌های خاص ماریس را ببینید. ما در طراحی این کالکشن وسواس زیادی به خرج دادیم تا حسی که روی مچ دستتان تجربه می‌کنید، حسی کالای ارزشمند و ماندگار باشد. به نظر شما کدام دوره تاریخی بهترین استایل مردانه را داشت؟ دهه 20 میلادی با آن کت‌های بلند و ساعت‌های جیبی یا دوران مدرن امروز؟ حتما